روانشناسا میگن اگه دیدی کسی زیاد میخوابه یعنی ناراحتی داره. اگه دیدی کسی زیاد میخنده یعنی خیلی تنهاست. اگه دیدی کسی خیلی کم و سری داره حرف میزنه بدون میخواد یه چیزی رو ازت پنهان کنه. اگه دیدی کسی بلند حرف میزنه یعنی میخواد شنیده بشه و دیده. اگه دیدی کسی زیادی میخوره یعنی استرس داره. اگه دیدی کسی با هر چیز ساده زود عصبی میشه یعنی به محبت نیاز داره. اگه میخوای بدونی تو هر جمعی که نشستی کی به توجه میکنه فقط و فقط کافیه خمیازه بکشی، چون خمیازه کشیدن مسریه و هر کسی هم که به تو توجه میکنه خمیازه میکشه. اگه دیدی کسی کنارت هی داره با موهاش بر میره بدون حس ناامنی داره. اگه یه روزگاری تو کافه بودی و کسی همراهت بود و هی پاشو تکون میداد یا با خودکارش یا هر چیز دیگه بازی میکرد یعنی اضطراب و استرس داره. با شناخت بهتر آدما میتونیم کمتر قضاوت کنیم و ارتباطمون هم قوی‌تر کنیم. اینا تو زندگیتون خیلی به دردتون میخوره، حتما یه جایی سیوش کنید. مخلص همیشه